الله مسلمان ها را نجات بده. الله در هر منطقه که مسلمان در زیر شکنجه کفر قرار داره، الله تو حالات ما را سیدت تو به گناه ما نبین. الله به نقصانات ما نبین. ما خوب خیلی زیاد گناهکار هستیم. الله تو رحم بکن. الله تو رحم بکن سریع و مسلمان ها از ظلم کفار تو نجات بده. الله تو مسلمان ها را ذلیل نساز. الله تسلط کفر سرش ثابت نکن. الله پاهرای عزتمند ما را در جنگ کفار نده. الله مؤمنای مخلص ما را در جنگ کفار نده. از زندانای کفار الله مؤمنا را خلاص کن. الله مسلمانا را عزت نصیب کن. الله ما گناهکار هستیم، یقینا میدانیم مرض خودت که ما از کتاب تو دور شدیم، از حدیث پیغمبر دور شدیم، حق کتاب تو را پوره نکردیم، حق حدیث تو را پوره نکردیم. الله راه پیغمبر خودت ترک کردیم. الله تو سر ما رحم بکن. الله به گناه ما نبی، به رحم خود ببی. الله تو رحمان ذات هستی، یقین داریم الله که تو مرا قبول میکنی. ماه مبارک رمضان است. الله طاعت و عبادتهای همه مسلمانان را قبول کن. با وصفی که خیلی نقصانات و طاعت ما وجود داره، نماز ما درست نیست، روزه ما درست نیست، تلاوت ما درست نیست. الله تو غفور رحیم هستی، تو قبول کنی، دستی از ما قبول کن. الله در حق جای مسلمان عزت نصیب بکن. الله از تسلط کفار خلاص کن. بنده های مسلمان الله چشم اقاربش خوش بگردان، چشم اقاربش روشن کن که روزای و خوشحالی خانهشان برود، شکنجه ظالم و کفار خلاص شود. الله ما بسیار گناهکار هستیم، عذابای تو را در دنیا هم دیدیم. الله دیگه ما را عذاب نده. پروردگار ما محتاج هستیم به تو، را به تو آوردیم، دست به طرف تو بالا کردیم، از رحمت تو می‌داریم. دستای ما را خالی پس نمیدی الله. این دستا را خالی رای نکن الله. تو ما را قبول کن، ما را جنت نصیب کن الله. طاقت عذاب تو را نداریم الله. ما یک طاقت عذاب تو را نداریم، نه عذاب قبر نه عذاب جهنم. الله ما چقدر شرمنده هستیم که در پیش ایستادیم چه جواب بگیم. الله تو ما را عزت نصیب بکن، عزت دین بر ما نصیب بکن، توفیق عمل دین بر ما نصیب بکن. الله مریضای مسلمانان در هر جایی که هست رنج بکشن الله تو شفای کامل برش نصیب کن. الله مرده های مسلمانان خصوصا پدر مادر نیاکان ما را، همه اقارب و دوستان را، موحدین مخلصین الله کلشان مغفرت نصیب بکن. محتاج به دعای ما دارم، به دعای ما گناهکاران دارم. ما خوی کنار گناهکار هستیم الله که چیزی نداریم برای از دعا بکنیم. الله تو غفور رحیم هستی. الله اینطور کسایی بود که پارسال دهی مجلس دعا شریک بودن، امروز در قبر هستن. الله تو جنت ها را برش نصیب بکن، عذاب ها را دور کن. الله از حق ما را بخشش کن. الله کسایی که از ما طلب دعا کرده الله همه مشکلشون حل کن، حاجتشان روا کن، حاجتشان پورا کن. ما علم نداریم، عجیب است الله ما گناهکار میگه برای ما دعا بکن، خبر نداره که ما اینقدر گناهکار هستیم که چه حد نداره. الله تو عالم هستی، سری عالم برای ما نظر نکن الله. بخشنده گناه توستی الله. تو گناهی همه مسلمانان را بخشش کن. دیگه مسلمانان را از این زور و ظلم الله بکش از تسلط کفار. این اوطان پاک ما را، خطه های پاک ما را، سرزمین پاک ما را پایه نجسی کفار از این قطع کن الله. یار از این وطن ها در بساز الله. بده این وطن ها امن امان قایم کن الله. این مردم بسیار رنج دیدن، هر روز زندگی سری مردم تلخ است الله. تو امن و خوشحالی را دی وطن ها به قایم کردن قانون دید الله بیار. یا الله این حکومت و این نظامی را در اینجا حاکم بگردان که دل چشمای مردم سرد شود، خوشحال شود، نظام تو در اینجا قایم شود. الله ما کوتاهی زیاد داریم برای قیام نظام تو. ما همیشه از غفلت کار گرفتیم. ما میدانیم که همه نقصان از ناحیه ماست نه از ناحیه تو. الله تو غفور رحیم ذات هستی. الله تو قهار هستی. الله تو جبار هستی. الله تو این کفار شکست بده. الله تو مغلوب بساز. الله تو یار رسوا بساز. مؤمنا را نجات بده. یا الله کسایی که مراکز دین تقویت میکنه از هر نگاه تقویت میکنه، کسی جای میده، کسی موتر میده، کسی دیگه قسم کمک میکنه الله تو اجر عظیم برشان نصیب بکن. خصوصا صاحب هتل 3 سال میشه برای ما درس ترجمه قرآن کریم برای ما جا میده. در مساجد تو برای ما جا نیست یا
الله تو سر ما رحم بکن. این حالت های ما را تو برش نبید، عذاب تو سر ما نازل نکن. الله تو عملی کم بکن، چکی ما را در دربار خود قبول کن، بزرگ بشمار. الله ما را خادمین کتابت بکن. الله یه حقی قرآن الله توفیق بده که ما ادا کنیم. محبت کتاب تو الله در قلب ما جا بده. الله ما را توفیق فهم، توفیق عمل کتابت نصیب بکن. الله ما را از کتاب دور نساز. یک لحظه عمر ما را الله از خدمت قرآن دور نکن. الله ما را خدمتگار کتابت بساز، عاملین کتابت بساز. الله محبت پیغمبر در قلب ما جا بده. الله توفیق عمل کردن سنت رسولی با ما توفیق بده. الله ما را در راه روان بکن که تو خوش میشی. الله رضامندی تو را خواهان هستیم. الله از غضب تو ما گریزان هستیم. یا الله ما را عذاب نکن. ما با وصف که قابلیت عذاب داریم. الله که تو رحیم ذات هستی، تو رحمان ذات هستی. ما را عذاب نده، ما را نجات بده. الله بندگانی و ضعیفی هستیم، ناتوانست هستیم، گناهگار هستیم، شرمسار هستیم، و آنقدر گناه داریم الله که چه قسم به تو پیش شویم. یا الله خو یقین داریم که تو برای تو قبول میکنی، گناه را معاف میکنی. یقین داریم که تو عزت میدی. یا الله ما را در دنیا و آخرت عزت بده. مجاهدین اسلام در هر نقطه و سرزمین که به خاطر رضای تو، به خاطر قائم کردن حکومت اسلام در تلاش کوشش میکنن، الله تو کامیاب بسازشانه. دشمنایش الله رسول شرمنده بگردان. الله در هر جای مسلمانان را عزت نصیب بکن. این کفار، این یهود و نصارا را و هر کسی که قد ازوان معاونین است الله تو یار ذلیل بساز. الله صحنه جهان یار محو بکن. الله عزت مندی را برای مسلمانان نصیب بکن. یا الله ما بسیار گناهگار هستیم. این رمضان مبارک است، مهمان عزیز تو از ما رخصت شده نیست. 28 روز میشه که ما هیچ چیزی نکردیم، فقط خدمت شکل خدا کردیم، چیزی دیگری نکردیم. الله این مخلوقی تو محتاج رو توست. یا الله این میمان وقتی از ما رخصت شوه که گناه ما بخشیده شده باشد، در روز قیامت همین قرآن و رمضان الله برای ما شفیع بگردان. ما را سفارش زیر نصیب ما بگردان. الله از ما خفه نروه، دینی ما دخواه آنیده نباشه. یا الله طاعت عبادات ما را امروی نقصانات الله تو قبول کن به درباری خود. ما را توفیقی طاعت سیده برای ما نصیب بکن. پروردگار بسیار خواهران را در راستن حاجت ها داره، مشکلات ها داره، رنج و غم داره، قرضدار هستن، رفع اولاد هستن. الله به کلگی مشاکلش حل بکن. الله حاجتوش رو پورا بکن. یا الله این مجموعه با محبت قرآن انشاءالله آمده کمانی نیک داریم که هم اگه برای ازی آمده که اینجا بیم توبه ما قبول شد. الله توبه کن نگیر قبول کن، ما توبه میکنیم. الله گناهی ما را معاف کن. الله ما را در خدمت دینت قرار بده. الله اون دوستای ما که در هر نقطه قرار داره و درد دین داره و قطع ما معاونت تو کمک میکنه، الله تو اجری به بیان بنیشد. الله در دنیا و آخرت عزتمند داشته باش. الله تو کسایی که خدمت اینجا برادر و خواهران را میکنه برای تنظیم موتر و مسائل دیگه، الله بیار عزتمند بساز. الله ما را اون طرف بکشان که تو راضی هستی. بچهای جوان ما را الله مجاهدین واقعی بگردان. دخترای جوان ما را الله داعیین واقعی بگردان. الله در خانه های ما الله قانون قرآن حاکم بگردان. محبت قرآن در قلب ما جا بده. کدام کسایی که یا الله از نادانی و جهالت و نمیفهمه با قرآن دشمنی کرده است، پدر و مادرای ما، اقارب ما، یا الله تو را مؤاخذه نکنی. یا الله تو را نجات بده. محبت قرآن در قلبش جا بده. الله جنت نصیب بگردان. الله من دور خصوصی دعا بکن. یا الله و مخالفین ما را که قد ما مخالفت میکنه، الله ما قدشکینه ندارم، بغض ندارم. یا الله به اون طرف ببرشم که تو خوش داری به جنت بگردانم برای خودی ما. یا الله که نو کترات از قلبای ما دور بساز. الله صمیمیت و محبت فضایش حاکم بگردان. یا الله تو غفور رحیم ذات هستی، ما گناهگار، تو غفور رحیم هستی. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انک عفو تحب العفو